به مردم نفع رساند، به مردم نفع رسان باشد. البته جناب عالی که این روزها به مردم نفع بسیاره، خصوص برای مردمی همین دیار که دیاری بسیار پرفیض برکت است، خیرخواهی بسیاری دارند. این خصوص راه نو، این پل زیبا، البته همه مردم این دیار برای آمدن جناب عالی بسیار خوشحالند. دعاگوی همیشه به یاد می باشند. خداوند کدومی باره کناره اینجا فیض برکت گرداند. ما همیشه به دعا می باشیم که خیریت دنیا و آخرت، هدایت نیک که هدایت همه هست برای جناب عالی روزی گرداند. خداوند اللهم اوصلنا الى جميع مقاصدنا وتولنا انك انت خیر. خدا هدایت کنه.